حقایقی که دانسته ایم از برزخ که اولا برای ابرار و خوبان در عین اینکه در برزخ هستن ممکنه کمالاتی حاصل بشه و فرصتی دارن. البته این برای زنده ها هم هست، این تا اینجاش قبول. اما این که اونها مزمزه هایی میکنن احیانا عذاب رو و یا رحمت رو و ثواب رو، اینا مثلا نمیشه گفت تبعیضی هست نوعی. یا اگر مشکلی داشته باشه تو همین دنیا گرفتار میشه، به بیماری گرفتار میشه که این بیماری در واقع برای حل مشکل و تصفیه و استکمالش، اگر حل شد شد، اگر نشد با تلخی جان کندن، با سکرات موت مشکل مؤمن حل میشه. منتها لحظه به لحظه اون جهنم، روز به روز اون جهنم ایشون رو پاک میکنه، تصفیه میکنه. جهنم برزخ. جهنم برزخ نشد، بعد از قیامت، بعد از حساب رسی میرن تو جهنم. چقدر تو جهنم میمونن؟ اون سقفش حد اکثرش 300,000 ساله که مولای متقیان فرمودن. خوب گردش. آره. جناب محمدی، ما از چند هفته پیش جان دادیم و مردیم و ما رو فرستادن، به هر حال احیا ما رو فرستادن به جمع اموات. من در قبر بودم و برزخ رو کمی شناختم. آماده رسیدیم به حشر و خیز تا برسیم به راستخیز و رستاخیز. احیانا اگر توضیحاتی هست ببینیم از چشم یک میت و یک فردی که در قبر آرمیده و داره دوره برزخش رو طی میکنه، در پایان برزخ چه اتفاقی میفته؟ نه آقا جون، هیچ اتفاقی نمیفته. تو یه میت میری اول برزخ عوامل استکبار، اونجا موتور جنبوجت گذاشتن، همینجوری آتیش میریزه روشون، همینجوری داغشون میکنه. آقا اینا رو میکنن تو قیر در میارن، میکنن تو قیر در میارن. خلاصه وضعیتیه. از اونجا میری 2 تا خیابون پایینتر تو همون برزخ ها بیت امامه، یه دوبلکس دادن واسه امام. میری تو میبینی امام نشسته، پا رو انداخته رو پاش، آب پرتقال دستش، آیت الله مشکینی داره براش بیریک میزنه. نه خیر، یه وجب. حالا حتما سوالت شدی داستان چیه؟ بله. هیچ دیگه. اونجاست که میگی دم آقا محمود گرم که تحریما رو واسه ما آورد. نه بنزینی هست، نه گازوئیلی هست، نه نفتی هست. آقا فندک یه سیگار تو روشن کنی چه برسه به این که عذابت بدن. حالا اون یه برزخه. یه برزخی هم هست که مقام عظما توش گیر کرده. البته اون تو همین دنیاست ها، تو همین دنیاست توش گیر کرده. یعنی پایان برزخ زمانی است که هنوز دارن آدم‌هایی و موجوداتی روی کره زمین زندگی میکنن و در هستی. بله. آره دیگه، به اینم میگن برزخ دیگه. اینم یه نوشه. فشار سنگ قبر جلو این فشاری که الان رو مقام عظما هست انگار دارن ماچت میکنن. نه خیر، 2 وجب. همین چند وقت پیش امام راحل طلبید، بنده رفتم برزخ، دیدم آقا بزن و بکوبیه ها، میزنن و میرقصن و میخورن و میآشامن. گفتم امام چی شده کبکتون خروس میخونه؟ قوقل. دیدم همه با هم دست میزنن. آقا پرونده اعمالمون گم شده، پرونده اعمالمون گم شده. حالا از اون بر تو این دنیا ویکیلیکس اومده همه پرونده های مقام عظما رو کرده. الف زیر ب، ماشین بی ام ب، ویتامین س. خود تو خرگیر آوردی یا ما رو؟ این تا اینجاش قبول. اما این که اونها مزمزه هایی میکنن احیانا عذاب رو و یا رحمت رو و ثواب رو، اینا مثلا نمیشه گفت تبعیضی هست نوعی. یا نه آقا جون، مزمزه نمیخواد قربون اون شکل نشستت برم، حلش میکنیم. من خودم رفتم جهنم، دیدم هیچکی نیست. از اون مأمور دمدر پرسیدم داستان چیه؟ گفت دیشب کاروان راهیان نور راه انداختن، آیت الله تسخیری همه رو قاچاقی بردن بهشت. نه خیر، این دفعه 3 وجب. اونجا حله. اینجا رو به چسب آقا جون، دنیامون شده آخرت یزید. خب دقیقا سوال من همینجا بود، عرضم که اونایی که نمردن. خب
که نمردن خب میکشیمشون دیگه. این دیگه کار قوه قضاییه است، میان حل و فصلش میکنن. حالا خب برنامه تمومه. ببین حالا من یه خالیایی اینجا بستم، ولی اون دنیامون از این دنیا بدتره. این دنیامون از اون دنیا بدتر. بابا 6 وجب کشتی ما رو. عجب عجب عجب. اگه اهل قصه نیستی ای شادی